خیلی اوش نیست. گنجا پارتوش. خیلی اوش نمیکنم. سلام برادران عزیز. من مؤخر آمدیم وزیر برادران همراهمون می‌پرن انشالله. همایمون در اینجا یکی از رستوران‌های بهترین شهر. ولی بعد میگیریم و خود برسیم. انشالله. سلامت باشین. نازم یکم. زنده باشه یکم. شما ده. شری نه زنده باش. بیا. خدا نگهبانتون باشه. سلام علیکم. از میگذاریم دوستان عزیز در اینجا چایخانه هست که برای همگان خوراک آماده کردن انشاءالله که خوراک‌های پاکیزه تازه در اینجا. اوکی. Yes. Eating, counter, supermarket, masjid. اوکی. دوستان عزیز خیلی ما شاد هستیم که در اینجا برادرها با خوشی و خرسندی همراه ما هم صحبت میکنن و نشون میدن که در کجا توالت است، جای تورات شکنی است، در کجا سکالوی است، در کجا جای کودن است و در کجا مسجد است. البته من باز هم برادرای ما آماده ایستادن انشالله برای تام خوردن. در اینجا تنها خوراکای با لذت. خوش به حالت باشه. سلامت باشین. رحمت. نه دوستان این چوکینا رو با شما نشون میدیم انشالله و همه این برادرایی که در اینجا خوراک میکنن و نشون میدیم که چگونه خوراک ها هستن در اینجا انشالله و پورگی. من برادرها خودی به شما نشون میدیم که چی نمود اوقات ها هستن. Yagonchi da ko'rsak gap sanayım. You can speak English? Sure, to'diga. Çay halil. Salam. كيف حالك؟ الحمد لله. روسيا؟ Tajikistan, from Russia. سوا. Yes, from Russia. Russia. Tajikistan from Russia. From Yemen. Yes. Arabia. Arabia. MashaAllah. ايوه. باكستان. میدونید این قدیما بشی ازرق یا جوشینیم از نام نگم چی میکنیم. كيف حالك؟ كويس. ما شاء الله. الحمد لله. ليش شاي حليب. Okay, just a minute. Короче, ну, кати мор хастай фамили, бо мор кати ошай, короче, هر قطعه اسم خیلی هر قطعه olur. Tavuk, pilav. Tavuk pilav. Evet. Ekmek var değil mi? Tavuk pilav. 2 tane. 2. Bunlar 2 kişi. We want to chop it. Tavuk pilav. Okay, I want to chop. Çay. Çay Ali. Çay Ali. Mor kati bridge, короче. Oh, no sekası. Brother, right now we have 5 people here. Amer. Amer. Batora lezzeti ki içeri ne gidecek maruz. Ne. Ayşo sekası. Are you okay? What's your name, my friend? My name Muhammad. Muhammad. Salam. How are you? Fine.
You are working here or you came to eat something? Oh my God. Okay. Salam alaikum. Everybody will want. We have several people here. 7. Well, everybody paying for himself. So how much I need to pay? مشبر ekmek. Ekmek Bir ekmek. bir tane ekmek. Bir Bir tane tane ekmek, ekmek, bir tavuk. pilav. Evet. Tavuk pilav o kadar. Türkçe konuşuyorsun değil mi abi? Ne kadar abi? Ne özberi? Kod her kay kışa butura. Ham kavute. Çubukte. Ya post سيبان ولا نه فايق لك شو ليس كنا كنا رز رز وكا مع الرز ايش؟ مع الرز دجاج. دجاج مع رز كم هذا فول او نص؟ نص. كم بكم كله ريال؟ نص. 20 ريال. tavuk 20 ريال. tavuk ekmek 25 ريال. تاخذ ريال فقط او دولار؟ Hazrat moda dita tabaka zakas kiran. Du murg tabaka. Oo. دجاج واحد تاخذ بغير بدون رز. Ay, ekmek. Ne mada adilna bu. مع الخبز. لا ماخذ 30 ريال. اوش با ما خیلی معقول شد به همین خاطر ما همینجا بسیارتر اومدیم برادرای وطندار یعنی از افغانستان اوشای بهترین میکنن ما بسیار جا دعوت شیشتیم خوردیم اوشی که همینا میکنن خیلی اوش نیست اینجا پرتوش خیلی اوش نمیکنن به همین خاطر برادرها ما همینجا اومدیم اوش بعد امروز با ششلیک هم زکس کردیم بسم الله الرحمن سلام علیکم سلام الرحیم. سلام دیو یا سلام دیو یا این بردم دیگه سلام شکر دادم چخلای وضعیت کوکنی چخلای شيخ خیلی خوب هستن اوقاتشون معقول است خودم معقوله نماشوناس دیگه اونجا خونه ندارم بغیر از اینجا بغیر اینجا یکون جای چیز نیستم ما هم ما دیگه چند رفتم بریم جای اون بنگلادشو افشه خوش خدا نمیشی نه اوشن بعدش بدونه که عملی بد کاری شده و بعد تسلیم عملی بد شاید مورد عفو خداوند قرار بگیره یا اینکه روزی میشود که این بدکاری شده یا اینکه این راهی کجش روزی میشود برمیگردد اما گمراه کسی است که ادعا و زعم میکنه که گویا که در راه حق باشد گویا که در راه راست باشد برای همین پناه بطلبیم از خداوند چون که در بزرگترین نعمت خداوند است هدایت الله است در ضد هدایت الله تعالی در مقابل همین کلمه گمراهی نیست برای همین هم گمراهی بزرگتر از کجراهی بدراهی است ما همیشه از پروردگار طلب بکنیم که خداوند ما را در گمراهی قرار ندهد برای همین هم حتی اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم دعا میکردن پیش پروردگار که پروردگار ما را راه باطل و ما رو راه حق نشان بده و نصیبمون بگردون که در آن راه باشیم و راه باطل نشان بده و نصیبمون بگردون که از آن راه دور باشیم ما هم در پیروی اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم که الله در کتاب خودش رضایت خودش رو بر بالای آنها اعلام کرده است با امید که پروردگار از ما راضی باشد از الله تعالی همین دعا را میکنیم که پروردگار ما رو نصیب هدایت خودش بکند پروردگار ما رو نصیب دور شدن از گمراهی بکند پروردگار ما رو راست را راست نشان بدهد و باطل را باطل نشان بدهد و نصیبمون بگرداند که ما در راه راست پروردگار باشیم و نصیبمون بگرداند که از راه باطل دور باشیم آغاز اولین سخن ماست با الحمدلله رب العالمین با الحمدلله رب العالمین یعنی که با الحمدلله هست در هر صورت اول اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به بسم الله سخن آغاز کرده است اما هیچگاه به الحمدلله سخن آغاز نکرده است الحمدلله کلمه است که اولین کلمه است که جای اول را در کتاب مقدس الله
جا گرفته است. یعنی کتاب الله تعالی به الحمدلله آغاز و شروع نمیشد. برای همین موقعی که الحمدلله در کتاب مقدس دارد، یعنی در قرآن داده اولترین و نخستین جا است. الحمدلله کلمه است که الله تعالی وقتی که آدم بابای ما را آفرید، وقتی که از روی خودش با اون رو دمان، آدم علیه السلام پدر ما وقتی که اولین بار چشماش گشود، یکمین کلمه‌ای که به زبانش آورد گفت الحمدلله.